ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби дуюм, гуфтори 44. بیهوده نیست که یکی از نخستین قهرمانان نیاگان آریایی نژادی ما چوپانی سکایی شیرک از روی روایتی واقعه نگاری یونانی پاریام شاهی هخامنشی دارای یک را هنگام یورش نوبتی ضد سکایی ها فریفته به بیابان پهناوری بی آب و گیاهی می آورد که سربازان پیاده و سوارش از غایت تشنگی و گرسنگی سراسر نابود می شوند و دارا با مشقت زیاده از این ورطه مرگاور رهیده به باختر می رسد و جان به سلامت می برد. لشکرکشی های پرهنگامه اسکندر مقدونی نیز برای سکایی های کوچمنچی کناره های دریای سیر و آمو و واحه های سوخت بی اثر نماند. سرلشکران اسکندر از روی روایت مورخان یونانی بعد فتح کیراپول با قبیله های کوچمنچی سکایی بارها زد و خوردهای شدید نموده آنها را تا کناره های بیابان پهناور تعقیب و دنبالگیر کردند. در اهل دولتداری سلیوکیان باشد، نه تنها با کوچمنچیان سکایی جنگ و جدالها سر میزد، بلکه سلیوکی یک پسرش انتیاخ را که نبیره سپیتمین و پسر قانونی دختری او اپم بود به خود شریک حاکمیت اعلان نموده او را برای پخش نمودن اسیان مردمی محلی و قبیله های کوچمنچی به قلمرو شرقی امپریا میفرستد. انتیاخ شهرچه خراب شده اسکندریه اقصا و اسکندریه مراغه را که موافق معلومات پلینی از جانب قبیله های بربری خراب شده بودند از نو آباد نموده حدودهای کناری مراغه را با دیوار درازیش 250 کیلومتر احاطه می نماید. ناگفته نماند که هنگام حکمرانی واریان سلیوکیان در پارت، باختر و سوخت مورخان یونانی از تهدید قبیله های کوچمنچی یادآور می شوند که چون یک نیروی دهشتناک به قلم آمده است. در تأسیس دولت صاحب استقلال اشکانیان پارت طایفه های کوچمنچی دایی ها علل خصوص یک قوم آن پرنها بیواسطه حصه گذاشتند که بعد استیلای اجنبیان یونان و مقدونی آن نخستین دولت آریایی های تورانی به شمار رفته وارث و میراثبری واقعی هخامنشیان پارس بود. کوچمنچیان سکایی به قلمرو اشکانیان پارت و دولت یونانی اساسی باختر بارها تاخت و تازهای غارتگرانه نموده دو پادشاه نامداری پارت ها فرعت دو و ارتبان دو در مبارزه ضد آنها هلاک می گردند. طوری که از این تاریخ نامه مختصری بالایی می بینیم قبیله های کوچمنچی تورانی سکایی در طول 5 عصر تحت فشار و مقاومت امپریه های ابرقدرت هخامنشیان، اسکندر مقدونی، سلیوکیان، اشکانیان پارت و دولت یونانی اساسی باختر قرار داشته چراگاه های سابق، مرزهای پهناوری پرورش چاروا و حدودهای بود و باششان تا رفت تنگتر می گردید. خود از خود عیان است که در طول این مبارزه های شدید و زد و خوردهای دامنه‌دار از بالای امپریه های عالم شمول هخامنشیان، اسکندر مقدونی،
یا سلیوکیان کاملا غلبه کردن طایفه های کوچمنچی پراکنده تورانی از امکان بیرون بود و طبیعی است که چند از این قوم و قبیله ها بر اصالت پیشه چارواداری و طرز روزگاری کوچمنچگی خواه و ناخواه وادار شدند که از بحر سرزمین سابقه اجدادی گذشته به جستجوی چراگاه های تازه و ملک های نو برآیند و این هجرت آنها شاید از روی تقاضای ضرورت زندگی و فشاری اجنبیان بود. از بس که سمت‌های غربی آسیای میانه و آسیای پیش تا کناره‌های بحر میانه زمین تحت وصایت این امپریه ابرقدرت قرار داشته ضبط نمودن آنها از امکان بیرون بود، طایفه‌های کوچمنچی تورانی سکایی ناچار رو به سمت شرقی آورده در مرزهای پهناوری هفترود و آلتای، دامنه‌های تیانشان و همواری‌های سیبیر تا کناره‌های دوردست خوتن و چین ساکن می‌شدند. از پای خوشذاتی چابک پای، اشترانی پرطاقت بیابانگرد، گله و رمه‌های سیرشمار و طرز روزگاری کوچمنچگی با آنها امکان می‌داد که دشت‌های پهناور، بیابان‌های کسناگذر، جنگلیستان‌های انبوه و سلسله قطارکوه‌های دشوار پیما را پسی سر گذاشته به جستجوی چراگاه‌های مساعد و موضع‌هایی برای زیست و زندگی موافق پیش روند. برای این طایفه‌های پرخاشجوی و جنگ آزموده ضبط نمودن کشورهای قریب به صاحب ترکستان شرقی دشواری نداشت. ساکنان کم شمار و پراکنده محلی در مقابل آنها استادگری کردن نمی توانستند و از این رو قوم و قبیله های سیر شماری آریایی های تورانی در مرغزارهای سیر علف و چراگاه های مساعد لنگر پرتافته به آسانی از یک موضع به موضع دیگر کوچ می بستند. به قول گومیلیوف در طور این کوچ بندی ها Первая кочевая повозка на деревянных обрубках сменилась сначала коляской на высоких колесах, а потом вьюком, что позволило кочевникам форсировать горные, поросшие лесом хребты. Кочевниками были изобретены изогнутая сабля, вытеснившая тяжелый прямой меч, и усовершенствованный длинный составной лук, метавший стрелы на расстояние до 700 метров. Наконец, круглая юрта в те времена считалась наиболее совершенным видом жилища. همین طریق آریایی های کوچمنچی با دسته سواره های جنگی پیشگرد و عرابه های بالا پوشیده کپه مانند که آنها را عادتاً بر زگاوها یا اسب‌ها می کشیدند با گله چاروای سیرشماری خیش در جستجوی چراگاه و مرغزارهای مناسب تا حدودهای دولت چین رسیدند و نخستین معلوماتها را درباره قبیله‌های کوچمنچی حدودهای امپریه خیتای ما از سرچشمه‌های چینی علل خصوص از شیتس زی، نوشتجات تاریخی سیم تسیان و خواخانشو تاریخی سلاله کبیر خنی بانگو دسترس می نماییم. مورخان چینی این قبیله های کوچمنچی علل خصوص خونها را بربری های کوچمنچی و مردمی تندخوی و جنگاور نامیده، آنها را خلقیت های اجنبی و طرز زندگیشان برای ساکنان خیتای ضررناک و بیگانه می شمردند. در عین حال آنها را چون سواره های چالاک و تیراندازانی ماهری دارای قد و قامتی بلند، ریش انبوه و موی غولی دراز، قوی هیکل و صاحب اسب‌های چابوکی بلند پیکر و تهمتن تصویر نمودند که ظاهراً به آریایی‌های اروپایی صورتی کوچمنچی شباهت دارند. مثلا بانگو
قرابت و رابطه را با قبیله خونهای اجنبی کاملا رد نموده، حتی داد و گرفتی مقرری را نیز با آنها محکوم می کرد و طرفدار آن بود که بین دولت خیتای و این قبیله های کوچمنچی هیچ گونه علاقه بسته نشود. Он считал хуннов настолько далекими от китайской культуры, что не допускал даже мысли о возможной ассимиляции и подробно обосновывал необходимость укрепления китайской границы с хуннами даже в мирное время. شاید همین گونه اندیشه های غرضناک و بدخواهانه بود که در عهد امپریایی متمرکزی چین هنگام حکمرانی امپراتور سین شی خوانگی در قلمرو سرحدهای شمالی خیتای برای پیشگیری هجوم و تاخت و تاز ناگهانی قبیله های کوچمنچی خونها و یویجی ها ساختن دیوار بزرگ چین آغاز یافت. این دیوار بزرگی هدف اصلیش جدا نمودن حدودهای شمالی خیتای از دشت و بیابانهای ناپیدا کنار ترکستان شرقی و ایمن داشتن مملکت از تهدید قبیله های کوچمنچی چاروادار بود در دوره حکمرانی چندین امپراتوران من بعد ادامه یافت. دیواری بزرگ چین که درازیش به فاصله 4000 کیلومتر طول می کشید و بلندیش به 10 متر می رسید، همچون یک معجزه عهد قدیم با مهنت و مشقت‌های بساگران قامت افراخته اصلاً به صفت خطی سرحد و سد مدافعوی خدمت می کرد. در طول این دیوار دراز تقریباً بر مسافه هر 600 متر یک برج یا مناره‌های دیدبانی استوار بود که برای پای پیاده پیمودن فاصله عمومی دیوار و شمردن مقدار برج‌ها حتی 1 سال کمی می کرد. وقتی که ساختمان دیوار بزرگ چین به انجام رسید، معلوم شد که تنها برای پاسبانی برج‌های دیدبانی کلی لشکر خیتای کمی می کند. زیرا اگر برای یک برج دیدبانی دسته نچندان کلانی عبارت از 5 نفر جدا نمایند، پس برای پاسبانی 1 کیلومتر که کمش 12-14 برج دارد 70-80 سرباز لازم است. اکنون از سر انصاف نگذشته می توان قیاس نمود که برای دیدبانی 4000 کیلومتر کمش 300,000 سرباز ضرور بود. و ضمن این در فاصله نام برده از خوراک تأمین نمودن سربازان و در حالتهای هجوم دشمن در فرصتی تنگ از یک کنار به کنار دیگر رسیده آمدن آنها دشواری می کرد. هرچه هم نباشد دیواری بزرگ چین تاخت و تاز و هجومهای خونهای و یویجی ها را کمتر نمود، ولی آن را تا آخر پیشگیری کرده نتوانست. ولی استفاده تدبیرهای دیپلماتی، رواج یافتن تجارت و داد و گرفت، علل خصوص گسترش سودای ابریشم، اینچنین بستن عهدنامه صلح و رابطه های خویش و تباری میان امپراتوران چین و پیشوایان خونها به نسبتاً معتدل شدن مناسبت خیتای و کوچمنچیان تورانی مساعدت نمود. На севере Цинь установила связи с кочевыми юэджами. От цинских князей юэджи получали великолепные ткани из зеркала, сохранившиеся до нашего времени в горно-алтайских курганах. А цинцы заимствовали у юэджей конный строй, упразднив неповоротливые колесницы. Не безинтересно также отметить, что, по-видимому, через юэджи в Иране и Индии узнали о существовании китайского государства на Востоке, которое с тех пор до наших дней именуется у индийцев и иранцев как Чин или Мочин, Великая Цинь.
احتمال این قبیله های کوچمنچی آریایی علل خصوص یوئیجی ها رابطه خود را با مرزهای سابقه بود و باششان در کنارهای آمو و سیر نکنده بودند و فرصت مناسب و بازگشتن را می پاییدند. ناگفته نماند که هنگام کنفرانسی بین المللی آید به تاریخ، باستانشناسی و مدنیت کوشانیان که در اساس برنامه یونسکو سال 1968 در دوشنبه برگزار شده بود، بعضی عالمان از جمله عالم روس زویف از المعطا در اساس آموزش موشکافانه سرچشمه های خطایی چنین اندیشه جالبی را پیش رانده بود که یک قسمی یوئیجی ها به مرزهای ترکستان شرقی سیلیان و دونخوان کوچ بسته باشند، هم قسمی دیگرشان در آسیای میانه در جایهای سابقه بود و باششان مانده اند که با مسگیت ها قرابت داشته محض همانها دولت کوشانیان را بنیاد گذاشتند. به قول او سیاح چینی چژن تسین که درباره ترکیب اتنیکی قبیله های کوچمنچی آسیای میانه تصورات کامل نداشت، یوئیجی های صغیری مقیمی بین سیلیان و دونخوان را با قبیله های کوچمنچی مقیمی باختر و کناره های آمو نسبت داده آنها را یوئیجی های کبیر می حسابند. Не отвергая полностью факта этнической преемственности кушан от юэджей, мы можем предположить, что она существовала лишь между юэджами среднеазиатскими и кушанами, но не имела отношения к юэджам ганьсу. این عقیده را به قول عالمی نام برده محققان دیگر کووبارا، خنیده تارو، ستین کونف، پال پیلیو و دیگران طرفداری می کنند. ناگفته نماند که محقق تاجیک یوسوفوف نیز تا اندازه این عقیده را دستگیری نموده به قومهای بومی قرابت داشتنی یوئیجی ها را ذکر نموده است. کوشانی ها یا یوئیجی ها که شرق ترین قبیله سیتی ها بودند به حوزه سیحون و از آنجا جیحون را عبور کرده در دو جانب این رود عظیم ساکن شدند. امروز اکثر باستانشناسان برانند که کوشانیان همان یوئیجی هایی در اسناد چینایی یاد شده می باشند. قبایل نخستین کوشانی با نام تایو ایچی یاد می شد. به این نام باید توجه ظاهر نمود. اگر نام این قبیله از نگاه آیینی مذهبی مورد آموزش قرار بگیرد، شاید ارتباط آن به اصطلاح تاجیک پدید آید. اصلاً هجوم یوئیجی ها یا یوئیجی ها به سمت ایران به هجرت تبدیل شده است، زیرا این مردم در نژاد با قومهای بومی یکسان بودند. بنابراین با آنان به آسانی درآمیختند و دولت کوشانیان بزرگ را تشکیل کرده در پیشرفت تمدن عجم به خصوص ایران شرقی سهم سزاواری گذاشتند. مورخان خصلت مصالحت آمیز این هجوم و هجرت را گواه بران می دانند که شاید این مردم از شرق ترین اقوام آریایی باشند. واقعاً بعضی عالمان مسگیت های آریایی نژاد ماوراء النهر را از ریشه آنان می دانند که این نظر را عالم معروف مشرق باباجان غفوروف نیز تأکید کرده است. واقعاً در سرچشمه های چینی عهد کهن آید به قبیله های کوچمنچی تورانی چنان که در بالا دیدیم با تنفر سخن رانده آنها را بربری می شمردند و غالباً آنها را خو یا خون می نامیدند. سرزمین سابقه بود و باش و تاریخ عهد کهن
این قوم‌های تندخوی و زورآور برایشان تاریک بود. حالانکه به قول زبانشناسان و مورخان اصطلاح خو ریشه هندو اروپایی داشته، در زبانهای فارسی قدیم و هندی قدیم به معنای خوب، خوش، نیک معمول بوده است و با همراه گردیدن سوفیکس جمع‌بندی آن تپونیم خونان، خونان حاصل می گردد که معنای کشوری مردم خوب را دارد و اصطلاحی برای هر یک تاجیک و فارس آشنای خوب، خشکی ریشه های آن را محقق نکته سنج شاخمارف در زبانهای گوناگون هند و اروپایی پدید آورده است، با اضافه تپونیم اون که عیناً برآمد هند و اروپایی داشته معنای زمین، مکان را می دهد. تقریباً مضمون مملکت مردم خوب را افاده می نماید و به قول محقق نام برده ریشه کلمه خدای، آتش خدای، کت خدای از ترکیب خو برآمده. همچنین نام قهرمان اساطیری آریاهای عهد قدیم نخست آدم هوشنگ نیز از همین عباره خو، خوب، نیک، نقص سرمنشأ گرفته معنای نکونام، خوب نام را افاده می سازد. تحقیق من بعدی این مسئله را به متخصصان ساحه زبانشناسی، عالمان بخش تپونیمیکا و زبانهای هند و اروپایی واگذار نموده. با همین دلیل قناعت می کنیم که اصل پیدایش طایفه خونها برای مورخان خطایی تاریک باشد هم تفسیر نام آنها در اساس زبانهای هند و اروپایی امکان پذیر است و نسب آنها به آریایی های کوچمنچی رفته می رسد. معلومات های مفصلی نخستین را آید به قبیله های کوچمنچی خونها و یویجی ها چنان که در بالا ذکر نمودیم، مورخ و واقعه نگار چینی سیم تسیان در باب 110 اثر مشهورش نوشتجات تاریخی ذکر نموده است. سپس در اثرهای مورخان من بعده علل خصوص بن گونیز آید به این قبیله های کوچمنچی معلومات های مختصر آمده است. هرچند این مورخان در عصرهای 2-1 پیش از میلاد عمر بسر برده باشند هم درباره اصلی برآمد خلقیت های خون و یویجی ها و اوسونی ها، همچنین ریشه های پیدایش و مکانی نخستینی بود و باشی آنها معلوماتی صحیح دادن نتوانستند، زیرا برای این مورخان تاریخ مهاجرتی طولانی و کوچبندی آریایی های تورانی تاریک بود. فقط سیم تسیان تخمین نموده است که شاید سر اولاد خونها از قبیله سیه سکایی ها برآمده باشد و این مورخ توانا از تقدیر تاریخی خونها و یویجی ها تا انتهای عصر 3 پیش از میلاد یگان معلومات جالب و نظر رس نآورده است. تشکل اتحاد قبیله های کوچمنچی را از انتهای عصر 3 پیش از میلاد سر کرده خیلی به تفصیل تصویر نمودن سیم تسیان گواهی آن است که قدرتیابی قبیله های کوچمنچی خونها و یویجی ها در سرحدهای خطای محض در همین دوره صورت گرفته است و بسا حیرت انگیز است که اگر نخستین نمونه های آثار خطی و تاریخنامه های عهد کهن چین به عصر 14 پیش از میلاد نوشتجات های روی کاسخانه سنگ پوشت و نوشتجات روی ظرف ها به عصر 12 پیش از میلاد منسوب باشد، نخستین اثری تاریخی چون تسی سالنامه پادشاهان به آخر عصر 8 پیش از میلاد راست می آید و عجابت کار در آن است که
در سلسله سیرشمار تاریخنامه‌های چینی و دیگر مأخذهای ادبی و فرهنگی در طول بیش از 10 عصر تا نوشتجات تاریخی سیم تسیان آخر عصر 2 و ابتدای عصر 1 پیش از میلاد آید به طایفه های کوچمنچی خونهای و یوئیجی ها و اوسونی ها اشارت نرفته است. موافق روایت سیم تسیان تقریبا در انتهای عصر 3 پیش از میلاد پیشوای بزرگ شن یوی قبیله کوچمنچی خونها تومن تاومین بود و در عهد او خونها زمینهای قدیمه بومیشان را ترک نمودند. شن یوی تومن از زنهایش 2 پسر داشت که می بایست وارث او پسری کلانیش معادون می شد، ولی تومن می خواست که بجای او پسری خردی از زن دوستدارش ولی عهد گردد. به همین خاطر او پسری کلانیش مادون را از روی رسمی موجوده رعایه صلح چون گروگان به اختیار قبیله همسایه یوئیجی ها فرستاده، سپس خود عهدشکنانه به سرزمین آنها هجوم می نماید و به غارتگری و کشتار دست می زند. او می دانست که برای شکستن عهدنامه صلح یوئیجی ها پسری کلانیش مادون را قتل می کنند و با همین حله شرعی او از وارث واقعی تخت و تاج رهیده حکمرانی ملک را به پسری خردی وامی گذارد. اگر غیرت و چالاکی و جسارت و زیرکی غیر عادی مادون نمی بود شاید کار چنین صورت می گرفت، ولی مادون گروگان باشد هم با چابکی حیرت انگیز اسب دوندی را از طویله یوئیجی ها به دست می آورد و خود را از چنگ اجل رهانیده به وطن باز می گردد. شنونده‌های گرامی، شما گفتار 44 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از اوریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقور، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایانی گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.